سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار تازه امروز 22 اپریل در خدمت شما. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 23 اپریل پیام سالانه‌اش به ملت و پارلمان کشور را ارائه می‌کند. او در این پیام دایر به دستاورد و مشکلات کشور در سال گذشته و سمت‌های اصلی سیاست تاجیکستان در آینده خواهد گفت. بعضی از ساکنان امیدوارند که امامعلی رحمان در این پیامش دایر به راه‌های حل مشکلات زندگی روزمره مردم از جمله نارسایی نیروی برق و بیکاری صحبت می‌کند. جناب والی در پیام نوبتیشان بیشتر در موضوعهای بیکاری گپ زنند، چون که بسیار جوانان مکتب‌های عالی را ختم می‌کنند و از نرسیدن جای‌های کاری به شهرهای روسیه سفر می‌کنند. بعد از انتخابش به مقام ریاستی جمهوری در ماه نوامبر سال 2013 این اولین پیام سالانه امامعلی رحمان به مردم تاجیکستان است. واردات ماشین به تاجیکستان در 3 ماه گذشته نظر به همین دوره سال گذشته تقریباً 2 برابر کم شده است. خدمات گمرک روز 21 اپریل گفت از ماه ینور تا مارس تاجران به تاجیکستان بیشتر از 1,500 ماشین وارد کردند که نظر به 3 ماه اول سال 2013 1300 دانه کمتر است. نورالله شریپوف سخنگوی خدمات گفت کاهش واردات در اول سال معمولی است. در خود روسیه مثلا مهاجرت میکنند، فقط آخر سال بعد مثلا واردات میکنند. وقتی که اونجا خانه‌شون خونگی کیسر میشود، همه خانه در برگشته برای هم وقت همشون بورشون چیزاشون گرفتن میاد. اما به گفته برخی از تاجران و میان روان یک عامل کم شدن واردات ماشین به تاجیکستان بالا رفتن باج گمرکی و مالیات از نقلیات است. کمونیستان تاجیک روز 21 اپریل 114مین سالگرد زادروز ولادیمیر لنین پیشوای خود و پایه‌گذار اتحادیه شوروی سابق را جشن گرفتند. اسماعیل طلبکوف معاون رئیس حزب کمونیست بر رادیو آزادی گفت تا حال مردم در تاجیکستان به لنین محبت دارند و شوروی را به نیکی یاد می‌کنند، اما نسل جوان در تاجیکستان دیگر لنین را نمی‌شناسد. لنین در دوره SSR را حکمرانی میکرد، وی بر ضد هیتلر جنگ کرده است و 15 دولت را حکمرانی میکرد. او دانه که نو جنگ چه بگه جنگ واس کنه. لنین آدمی با علم، با فرهنگ، با مدنیت بود. او اجرکار هست. آدم بزرگ بوده. در مبانم در وقت‌های سوئیت سیوز آدمای کمبغل باید همش یک قدم بود. این مرد دانشمند است. با گذشت 90 سال از در گذشته و جسد ولادیمیر لنین همچنان در موزلی در مرکز شهر مسکو باقی است. مادرش میگوید خوشبو صادر و دختری 15 سالش که تقریباً 1 ماه بیدرک شد به خانه برگشته است. معرفت صادر و روز 22 اپریل به رادیو آزادی گفت دخترش را روز پیشتر یک زن ناشناس به خانه آورده است و از بس که او ترسیده بود و حالت روانی خوب نداشت از خوشبو نپرسیدند که کجا بود و چی کار میکرد. این ساکن نابالغ شهر دوشنبه روز 27 مارس به نشان شد و ماموران ملیسا برای معلوم کردن سبب‌های حادثه خوشبو و مادرش را بازپرسی میکنند. داوود پژمان یکی از پرندگان آزمون امساله ستاره افغان که به تاجیکستان آمده است میگوید از محبت زیاد به او در کشور بسیار هیجان زده شده است. داوود پژمان در آزمون استعدادهای افغانستان ترانه‌های استاد رودکی و رومی را اجرا کرد و از طرف مردم بهای بلند گرفت. تاجیکستان درست است که از لحاظ کشورداری جدا شد، ولی تاجیکستان ولی به من یک سرزمین اجدادی است و آرزو این بود که روزی باید بیام تاجیکستان و خوشبختانه امروز او روز فرا رسید و ما یک بار آمدم تا با مردم تاجیکستان یک ببینم، یعنی مردم خودم. گفتگوی کامل با داوود پژمان با اخبار تازه دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم صمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.